ما برادر عزیزم پدرم ناتوان است، تکلیف روانی داره، این مرض زیاد کار کردن نمیتونه. یک مواد خوراکی نداریم. همین چند وقت پیش برادر خواهرم یک چند شب میشد که نان نخورده بودن، گوشت نمیخوابیدن. بسم الله الرحمن الرحیم. بازم در کنار یکی از هموطنان و نیازمند خود هستیم. واقعا حالت اینا رو که انسان میبینه، اینا و امثالشان قلب انسان واقعا ترک برمیداره و آدم ناراحت میشه. نمیخوایم زیاد صحبت کنم، مشکلاتشان از زبان خودشان میشنیم. برادر عزیز خوب هستین شما؟ سلام علیکم پدرم، خوش آمدین. شکر الحمدلله خوب هستین. زنده باشین. بخیر. میشه که در مورد مشکلاتتان بگوین که چی وضعیت را شما پشت سر میگذارونین؟ چند نفر هستین؟ ما تعداد فامیل ما 11 نفر است. یکی از والدین ما، یکی هم خواهرزادگی ما، یکی 7 اولاد داریم که هر 7 اولاد ما شیرخوره از شیرخوره تا به کلانش به حساب 11 نفر میشیم دیگه. ما خود ما از پا ناتوان هستیم. یکی در گذشته ما خودمون یک جای کار میکردیم، دمی حادثه ترافیکی در بین مزار و تاشقرغان شد. در بین موتر 3 کشته و 2 زخمی دادیم. از 2 زخمی ها یکشان ما خود ما بودیم که امروز این سال 3 4 است که ما به می حالت بودیم. شما یعنی به جای هم هستین، نمیتونن حرکت کنین و تفلکات هم قد و نیم قد اینا کار نمیتونن کرده. چه قسم روزگار زندگی رو میگذرانین شما؟ از چی طریق آید یعنی که شبانه روزتان بگذره؟ از طریق یعنی بچه که ما بعد از وقت میره پلاستیک فروشی میکنه. دمی چرایی شبانه 5 تا یا الی 6 تا نان یخ با خود میاره. یا یعنی خانم ما بعض وقتا چون که روزگار است مجبور شدیم میرن پیش نانبویا، همونجا احساس شده یک 5 تا و 6 تا نانی که حساب میشه برشان بین شام و خفتن آسا میره و پس میآید. مگم تا امروز به می حالت گذشتن زندگی. مادر بزرگوار شما تفلکایتان مثلا بچه‌تان خرد است، از عمر نیست که کار کنه، ناراحت نمی باشین، نارام نمی باشین که در بیرون کارایش کنه؟ بله چطور ناراحت می باشم برادر عزیزم، می باشم چی که مریض هم از سر شملا میادم بیرون مفترن میبرم می خودش کلان یک رنج است برادر عزیزم. مثلا پدرش میبینم که پدرش مریض هر سو مفته دیگه کار کردن نمیتونه، پسر کلانم ندارم، بچه کلانم تو مریض است، یکم وقت دیگه تو زیاد دلم پر میشه گریان میکنم. من خودم این پدرش مریض بود، بچه چرا تو مریض هستم بچه کلان. اکثر اوقات تنها میشین با خودتان؟ مثلا ممکن بعض اوقات تک تنها باشین در اون اتاق، با خداوند چی میگین؟ چی راز نیاز میکنین؟ با خداوند از خدا اول خود طلب مغفرت داریم، بعد از اون یکی ما به طلب امی روز هستیم که ای خدا یک بار میشه که از توانایی امی کار بر ما بده که یک بار سر پا ایستاده شده، چیزی که بر ما دین گردانی داشت از فرایض خودش و سنت محمد صلی الله علیه و سلم. همین بالای اولادکای خود سرپرست شده، یک لقمه نان بعد داشته باشیم یا یک کار باری اگر داشته باشیم ما و دیگه ضرورت به همین تداوی پای ما که پای ما فعلا سیخ داره و دیگه قاط نمیشه، یک کمی مشکلات روانی بر ما پیش شده، میخوایم که تداوی ما شود دیگه. اولادکای ما به می حالت است اگر یک وقت داشته باشیم نان، به 2 وقت خارزار هستن، یک شب اگر پیدا کنن به صبح نمیتونن. بعض اوقات از ناتوانی زیاد گریستین در تنهایی؟ گرستیم استاد بهتره، چرا نمیگریست؟ هر کس خوش داره که صحت کامل باشه. خاله جان اینا فرزندتان است؟ بله اولادم است، اینم بچه کلانم است، بیچاره 5 سال شده اینم تو پایک شکست موتر زد در تاشقرغان، اینم تو موتر شد چپه شد. هرچی کردیم نتوانستیم دیگه از خوردن چی. وقتی که به این حالت میبینیش رنج میکشین شما؟ مادر هستیم دیگه، مادر. وقتی که به نماز استاد میشین از خداوند چی میخواین معمولا؟
ایمان میخوایم خدایا آخرت ما جور کنه. ایمان میخوایم از خداوند کریم. خداوند کریم امتحان میکنه بندش آزمایش میکنه میرسونه دیگه کم توم. یعنی 1 سال شدم و 1 دفعه دیت قربان 2 دفعه 3 دفعه همسایه قفقه گوشت رای کردن امره شد. چیز در زندگی زیاد رنجت میده عذاب میکشی؟ از ما برادر عزیزم پدرم ناتوان است تکلیف روانی داره این مرا زیاد کار کردن نمیتونه. یک مواد خوراکی نداریم. همین چند وقت پیش برادر خواهرم یک چند شب میشد که نان نخورده بودن گرسنه نمیخوابیدن. خیلی دردناک است. آرزوی چی است فرشته جان؟ ما چی میتونیم کمک کنیم انشالله؟ ما آرزو دارم که پدرم مثل می دیگر را یک کار به دست بیاره، کار کنه، به ما نان بیاره دیگه به این رقم خواهر برادرم گرسنه نمونه. نکو گیریش فرشته جان نکو گیری. الله متعال مشکلاتتان حل کنه انشالله. الله متعال مهربان است. خب فرشته جان گریه نکو. ما در قسمت البته فرشته جان مکتب اینجا شاید 500 یا 400 کورس بگیره، درست است؟ خب ما با فرشته جان انشالله تعهد میکنم که به مبلغ 6000 افغانی دکتر 1 سال که برای کورس درس بخونه. البته یک هر کورس که خود دوست داره، میخوای که کورس ریاضی بخونه، فیزیک بخونه، کیمیا بخونه، من این مبلغ انشالله برازی در برنامه بعد شما خود دیدین تسلیم میکنم که درس خدا بخونه. در کنار از او فراموش نکنین که این فامیل بزرگوار نیاز به این داره که یک دکانک داشته باشن. قسمی که ما با این پدر بزرگوار صحبت کردم، یک دکانک داشته باشن که اینا و همچنان برادر ما اونجا بیشین از طریق مشکلات خانوادگی خود حل کنه که دیگه گریه نکنن. این مادر بزرگوار گریه نکنه، برادر بزرگوار و اون مادر بزرگوار که یعنی هیچ کس دوست نداره در رخسار مادرش قطرات اشک ببینه. واقعا از دردآور است. ما مادر بزرگوار را دیدیم اونجا که به شکل گریه میکنن. یعنی همیال یک احساس بسیار غیر قابل توصیف دارم. هر قلب سنگ آب میشه دیگه. دوستان بزرگوار لینک ها مشاهده میکنین انشالله در هفته نو با یک خوشخبری داخل خانه این برادرای بزرگوار شوین انشالله. یگانه امید ما علمیست که استاد محترم بر ما یک کار حلال باشه، یک مقدار خدمت باشه که تداوی ما شود، تکلیف روانی ما انشالله. بسیار دوستان عزیز وضعیت خانواده را دیدین. ما کوشش میکنیم که مشکلات اینا حل شود. البته یک شرط داره، ما با یک شرط کمک میکنیم که دیگه مادر بزرگوار گریه نکنه. شما تعهد میکنین انشالله؟ اگه کمک کنیم شما گریه نمیکنین دیگه انشالله؟ تعهد کردن گریه نمیکنن. لینک ها مشاهده میکنین. الله متعال شما را حفظ کنه و السلام علیکم و رحمت الله.